آدمیزاده، اگر فرصت ها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره، هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده. نگاه نکنید امروز چقدر مال و ثروت و معادن خودشو نشون داده. کمبودها بیشتر احساس می شود. نگاه نکنید که وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی چقدر زیاد شده و سریع شده. قبلا یک چارپایی بود ولی مردم صله رحم بیشتر میکردن. امروز دو تا همسایه دیوار به دیوار وقت ندارن به زیارت همدیگر بروند. گرچه شهرهای با مسافت طولانی با ماشینهای خوب مثل همسایه دیوار به دیوار شده. ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من بازم به درد میخوره، چون در آخر الزمان ایمان کمیاب میشود، مال زیاد میشود، ظلم زیاد میشود، زرق و برق دنیا زیاد میشود، خوبی کم میشود، محبت کم میشود، گذشت کم میشود. حاضر نیستیم همدیگر رو ببخشیم با یک اشتباه کوچک، ولی حاضر هستیم آبروی همدیگر رو ببریم با یک اشتباه کوچک. ولی از خدا انتظار داریم که با اشتباه بزرگ بازم ما رو بپوشاند. خودمون حاضر نیستیم یک اشتباه کوچک رو از برادرمون بپوشانیم.